به نام خدا، نیلوفر صفریان هستم، سرمربی تیم ملی نونهالان دختر اعزامی به مسابقات جهان. خدا رو شکر تو این دوره از مسابقات با توکل به خدا و دعای خیر همه مردم ایران ما تونستیم سکوی جهان رو فتح کنیم و بنده به عنوان بهترین مربی جهان انتخاب بشم. تو این دوره از مسابقات ما 3 مدال طلا و 3 نقره کسب کردیم. واقعا باید بگم که این دوره از مسابقات سطحش خیلی بالا بود، چون ما اصلا روز اول و دوم 5 تا نماینده داشتیم و فقط تونستیم 1 مدال کسب کنیم، به خاطر که هم مدال پخش شده و اینکه تا روز دوم کره از ما جلوتر بود. ما تمام مدالمون روز در واقع سوم و روز آخر به دست آوردیم که واقعا این یه خوشحال کننده بود برامون. حتی یه جایی 2 تا زمین بازی بود که تو ثانیه‌های پایانی بازی اتفاقی افتاد که واقعا ما خیلی خوشحال شدیم و اونجا بود که قهرمانی ما تثبیت شد و من واقعا از صمیم قلبم خوشحال شدم و واقعا با تمام وجودم خدا رو حس کردم. جا داره که از رئیس محترم فدراسیون تکواندو ایران جناب آقای سایی و نایب رئیس محترم دلسوزمون سرکار خانم لیلا سلیمی و کادر پرتلاشم استاد کشاورز و استاد مطهری که کنارم بودن و حمایتم کردن تشکر و قدردانی کنم. امیدوارم که با این قهرمانی که به دست آوردیم دل همه مردم ایران را شاد کرده باشیم. با تشکر.